Салом алейкум. Ва алейкум ассалом. Сода катинги саломати хуба? Худоро шукр мешава бародар. Шумо хубен бародар? Шукране Аллоҳ ватсап ка занг задам натонисту ба хеле занг зад. Хеле хуб. Инҷа дохил шидан осон буд? Ба як агзо ҳамин чиз шумо дар. خیلی خوب بفرما برادری عزیز صدای خب چی گفتنی هستین برادری عزیز در این صحبت هایی که این برادر روننده کرده؟ این برادر خیلی سخنه به واتساپ زنگ زدگی خیلی سخنه بهترین گفت. ما هم طرفدار همو ژورنالیست که حاضر تاکسی چی میکنه ما طرفدار هموه. خیلی خوب. السلام علیکم. و علیکم السلام. یک دقیقه برادر زنده باشن برادر ما. در داخل پاکستان این نوار کرده آیا اون دردی فقط تنها خودش بود یا که درد تمام جامعه بود؟ نه افسوس درد همه مهاجرا بود. برای مردم اون نه تنها به درد خودش و اون میخواد که به درد همه مهاجرا برسه. ما آفرین به شجاعت شما در حق باید نترسین. یک انسانی که در باطل است آماده هست که به چهره آشکار ببراید دفاع کنه از باطلش. ما و شما مادام در حق چرا بترسین؟ اون آدم در داخل تاجیکستان او را طرفداری کردن به چهره آشکار آیا ما جنایت کرده ایستیم؟ اون مطابق قانون مطابق گپ درست گپ حق زدگی است. درسته. خب برادری که شما چی گفتنی هستین در اون ویدیو ما یا مهاجری که قطار این مهاجرای میلیونی که سالای طولانی از وطن دور، از زن و فرزند دور، از خانه دور گشتیم، ولی همین خیلی تبور بیانایی داریم که در تاجیکستان عکسی کار میکنیم. من نه فقط گفتنی هستم که وای درد دل ملت گفت. من گفتنی هستم که اگر برادر عبدالستار اگر دیده ایستاده باشه، برادر عبدالستار من شخصا تو را به خاطر الله از برای الله دوست می‌دارم، دوست داشتم و باور کن یک امی با حکومتی ها گفتنی هستم که یک عبدالستار اگر شکنجه کنید با جاش 10 عبدالستار دیگه میبروید. آفرین. انا غیرت، انا شجاعت، انا جوانمردی. انا این که باید آدم ناترس باید باشه. یک تمانه بردن دیگه من باید که سینه را شاک کنه بروی میدان. این خیلی نه که او را بردن موت تماشا کنید. آفرین به شجاعت شما. به خدا قند رو نبزنین. ما دستای شما را میفشورم. اینا یه شجاعت، انا یه مردکی. این چی است که کانش بزنه زور گفت گاب نیست تمام. اینا خیلی آشکار ببر حمایت کن. قانونا تو اصلا بگیم حق داری. البته در سرقانون یعنی کشور تاجیکستان ما میخونم قانون میخونم دیگر از همه چی با خبر هستم. در همین سرقانون تاجیکستان در ماده یادم نیست کدام ماده گفتگی است که هر یک شخص هر یک انسان حق دارد آزاد گپ زنه باید گپ زنه و چنزورایی که برای چنزورایی که مخالف دولت گپ زد، مخالف یگان حکومتدار گپ زد و اگر و روسیش خوندگیم اگر وای پرسلیدواد شود این ناممکن است. این ممکن نیست از طرف دولت که برای یک کس آزاد گپ زدن و یا پرسلیدواد کند یا یگان شکنجه کند. این ایروی قانونی همون تاجیکستانه که همش قانونی است. یگان قانون ویران کنی نیست. ما از همینجا برای همه شما همین پیغام گفتنی هستم که شما اگر امروز غیرت کردین که با چهره آشکار برآمدین، این همین نهایتی قدم شما در بالای ترس بود. مطمئن باشین
اگر به همین خیل شکل بچه‌هایی که امروز از اون برادر حمایت میکنن در گروه 24 هستن نیستن فرق نداره، ما عموما مردم در نظر داریم. والله که زمان قدم یکمتون در بالای داشتین، قدم دیگریتون در پیروزی ای. مطمئن باشین اگر رفته و که حکومت برای خاطر این چهره کدام تهدید کرد، فشار آورده، بگو که بعد از این دیگر تصمیم نهایی من میگیرم، شما های حکومت قانونا به برآمد کردگی هستم، من یگان چینه یک منبر بود برآمد کردم، اگر ذره فشار در خانواده من میارین تصمیم نهاییتون رو بگیرین و کاملا بگیم در مقابل حکومت گپ زنین، اگر تا ببینین که اینو چیکار میکنن. و آفرین به شجاعت شما. برای مردم چی پیغام داری برادر؟ برای مردم پیغام دارم که ما وقتی که همی درد ملت میبینیم خواب میکنیم، ما خودمونا کی حساب کنیم؟ ما خودمونا یا منافق میشیم یا امو مردی که برای بیرهگی زن خود، برای بیرهگی دختر خود بی‌پروا های و دایوس میگن. ای وای ما چی کم داریم که ما خواب میکنیم وقتی برادری انما المؤمنون اخوتون، وقتی برادر خودمون، برادر خونی خودمون یک کس شکنجه میکنه یا یک کس یگان چی میکنه، ما خواب کنیم ما کی میشیم دیگه؟ بله. ما در نزد الله پگه چی جواب میگیم؟ راست. همقدر مردم بفهمن که این دنیا دو روزه گذرانده های. بله. در نزد الله حتما برای هر یک سخن گفتگیمون، برای هر یک قدم زدگیمون، برای همش جواب میگیم. حاضی ما خویم. ما برای عبدالستار گفتنی هستم که برادر عبدالستار، اینا همش عبدالستارا هستند. اینها از پشت از اون کاری که تو کردی اینا حمایت میکنن، اینا همش عبدالستارن. من مطمئن هستم که دروازه را برای شما کشاد. ما میخواهیم که همین مردم تاجیکستان آزاد زندگی کنن، آزاد فعالیت کنن، آزاد همین یگان بیزنسی که کشادن یگان کس دستشون کشیدن نگیره. یگان هر کسی کار میتونه بکنه، هر کسی مسجد میره مسجد روه، هر کسی دیسکوتک میروه بگذار دیسکوتک روه، کسی آزاد باشه. نه که برای چیزی که تا این روزه مسجدها محکم، دیسکوتک‌ها هوی، ما همه چیز دیده ایستادیم، ما در وطن هم نباشیم همش در رسانه ها میبینیم. الحمدلله. زنده و سربلند باشی برادر. تشکر و آفرین به شجاعتتون. السلام علیکم و رحمت الله. خب شما برادر یگان پیغام گفتنی دارین دیگر؟ داریم اکا جان. سلام علیکم. علیکم السلام. اکا جان ما طرفدار اما اکای عبدالستار این پدر و مادرش رحمت کنه، گذشتگیش رحمت کنه. اگر اکا جان مقصد چی باشه، اکا جان 100 جان داشته باشون براش فدا میدم. ببینین که برادر عبدالستار فقط یک 15 دقیقه یا 10 دقیقه ویدیو نوار کرد، فقط درد ما او را گفته. این است که هر جایی که یک انسان گپ حق میزنه، محبت تو را در دل مردم پروردگار جا میکنه. ببین چقدر عالمان این روزه فقط بگیم دعوت میکردن، مردم دوستشون میداشت، دیسکاشون را گوش میکردن، زمان برآمدن پروتیف حق گویان گپ زدن، هیچ کس اونها را احترام دیگر نمیکنه. این است بگیم این است شرف، این است که خداوند عزت میتید. هر وقتی که با حق برای، هر وقتی که در مقابل حق ایستاد بشی، دیگر مطمئن باش خداوند خور و ذلیلت میکنه. خب زنده باشی برادر. یگان پیغام مردم. من میخوام که اما عبدالستار در آزادی باشه، نه خواهش دارم. انشالله که برادر اگر ما تو همین خیل با چهره آشکار اگر از اون برادر دفاع کنیم، مطمئن باشه که او را حکومت یک پشش کش گفته نمیتونه.
انشاءالله دفاع می‌کنیم اگر آقا جان. مردم دستگیری کنن، اگر امروز الان ما رو مثلا 2000 3000 آدم تماشا میکنه، فقط تماشاگر نباشیم و مثل شما آشکار ببروین گپ زنن، ای برادر یک بار آمدیم یک بار میریم، میگم ای خدا میترسیم، آخی همون مردیم پیش همون پروردگار میریم کو، همون خدا ما را میگه که شما در حق مردیم، کسی که در این نمود مرگ میبره اون شرف است برای از او. خب سلامت باشی برادر عزیز. بله در پناه خدا، خدا نگهبانتان آقا جان. هم خالی مردای شجاعت، مردای هم خالی شعر نر برای انشاءالله من مطمئن هستم پیدا میشه. زنده انشاءالله. باشی. خب خداحافظ.